میرویس عزیزی، بازرگان شناخته شده افغانستان، اعلام کرده است که پروژه‌ای عظیم برای تولید 10,000 مگاوات برق در افغانستان راه‌اندازی خواهد شد. این پروژه از سوی شرکت عزیزی انرژی در دبی مدیریت می‌شود و قرار است با استفاده از منابعی مانند آب، باد، آفتاب، گاز و زغالسنگ اجرا شود. هدف اصلی این پروژه کاهش وابستگی افغانستان به واردات برق و تقویت زیرساخت‌های داخلی انرژی است. به گفته عزیزی، این پروژه بخشی از برنامه 5 ساله‌ای به ارزش 10 میلیارد دلار است که علاوه بر انرژی شامل توسعه خطوط راه آهن نیز می‌شود. پیش بینی شده که این طرح برای بیش از 100,000 نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند و میلیون‌ها نفر دیگر به طور غیر مستقیم از منافع آن بهره‌مند شوند. مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان از این اقدام استقبال کرده‌اند و تأکید دارند که ظرفیت کافی برای تولید انرژی در کشور وجود دارد. به باور بسیاری این پروژه می‌تواند مسیر آینده افغانستان را تغییر دهد.